به قسمت دیگری از افشاگری های مسعود مولوی گوش می دهیم. اما قبل از اون لازم می دونم که سخنانی رو با شما در میون بگذارم، به خصوص برای نسل جوان و دارای تخصص، عاشق به میهن و وطن، کسانی که امروز برای این حاکمیت و این حکومت و این دولت مشغول به کارند در سطوح مختلف. مسعود مولوی یک نابغه بود، یک دانشمند نوجوان و جوان ایرانی که شناسایی شد و بعد از اون با ترفندهای متفاوت و برنامه ریزی های گوناگون در خدمت نظام قرار گرفت. کارش انقدر قوی بود که حکومت این رو در بالاترین سطح امنیتی کشور قرار داد. مسائلی رو که مسعود مولوی با چشم خودش دید، با گوش خودش شنید و با دست و جون خودش لمس کرد، متعلق است به امروز و فردای ایران. امروز مسعود مولوی در میان ما نیست. مسعود رفت، اما از خودش آثاری بر جای گذاشت که قاعدتاً بدن هر ایرانی رو به لرزه در میاره. غیر ممکن هست که شما ایرانی باشید، شرف، غیرت و نجابت و دلاوری داشته باشی و سخنان مسعود رو نادیده بگیری. مسعود یکی از فرزندان این سرزمین بود، آمد و رفت، ولی سخنانی بر جای گذاشت که به خصوص برای کسانی که کماکان با این حاکمیت شیطانی در تماس هستند و کار میکنند پیامی دارد. هرچه سریعتر متوقف بسازید همکاری های خودتون رو با این حکومت شیطانی در هر سطحی که هستید و بگذارید کسانی که دشمنان حقیقی و واقعی ملت ایران هستند تنها بمانند تا مردم تکلیف خودشون رو هرچه سریعتر با حامیان این نظام شیطانی و حکومت فریب مشخص بکنن کف خیابون ها. دیر یا زود این حکومت سرنگون خواهد شد و مردم ایران تکلیف خودشون رو برای همیشه با حمایت کنندگان این حاکمیت روشن خواهند ساخت به عناوین مختلف. هزاران هزار خانواده فرزند از دست داده، هزاران هزار خانواده‌ای که به عناوین مختلف گلهاشون یکی پس از دیگری توسط ولایت فقیه از زمان خمینی تا خامنه‌ای پرپر گشت و تشنه به خون حکومت شیطانی هستند، تکلیف خودشون رو یکسره خواهند کرد و این وضعیت تغییر پیدا خواهد کرد به دست ملت ایران. سالهای طولانی توسط مخبرین وابسته به حکومت شیطانی در شکل‌های متفاوت سعی و کوشش شد تا افشاگری ها در رابطه با حکومت اسلامی رو تحریف بکنن و بگن خیر، این کسانی که در خارج از کشور هستن یک داستان سرایی هایی میکنن. اما داستان مسعود مولوی به طور کلی با تمام این داستان هایی که تا به امروز شنیدید متفاوت است. وارد بطن زندگیت میشه، در دل و جانت می نشینه، چرا که جانش رو در این راه گذاشت، آگاهانه جانش رو در این راه گذاشت. یک بار در ترکیه ترورش کردند، موفق نشدن، گلوله‌ای به پاش میخوره، ولی خودش رو هرچه سریعتر جمع و جور میکنه، ترمیم میسازه، ولی میدونست که مجدداً سراغش میان. ولی از خودش سخنانی بر جای گذاشت که امروز شما میشنوید. این داکیومنتری، این بیوگرافی متعلق است به جامعه ایرانی امروز و فردا. او جانش رو بر سر این راه گذاشت تا تو هموطن صداش رو بشنوی. افشاگری ها، سخنان و پرونده هایی که رو ساخت برای اینکه تو ایرانی که در جای جای کشور با هر عقیده سیاسی و داشتن هر نوع
فرهنگ و یا مذهبی بفهمی که ثروتمند هستی ولی فقیر نگهت داشتن. چه کسانی در فقیر نگه داشتن ملت ایران سهیم بوده و هستند؟ این کسان، این اشخاص از ولایت فقیه تا اون مزدوری که تو رو تو خیابون ضرب و شتم میکنه وابسته به چه سازمان ها و چه شرکت های جهانی هستند؟ چگونه زد و بندها انجام میشه توسط سازمان های جهانی با این حاکمیتی که دستچین شده و به ایران فرستاده گشته؟ بعد عزیزانم، او هم میتونست مثل بسیارانی بره به دنبال زندگی شخصی و نادیده بگیره آنچه را که در زندگیش مشاهده کرده و لمس، ولی حاضر به پذیرش چنین شرایطی نشد. با حتی پیشنهادهای متفاوت اقتصادی جانش رو هزینه کرد برای ایران، برای ایرانی که تو متوجه بشی ولایت فقیه کیست، حکومت اسلامی چیست، کسانی که در این حاکمیت و این حکومت مشغول به کارند چه افرادی هستند، از چه گروه ها و چه نهادها و چه سازمان هایی، و چگونه است وقتی پاسخ مردم بیدفاع و مظلوم ایران، مردمی که حق طلب می کنند، به دنبال حقوق اولیه انسانی خودشون هستند، کارگرانی که ماها دستمزد نگرفتند، مردمی که پولهاشون یکی پس از دیگری در بانک ها خورده شده، در ساختمان سازی ها خورده شده، مردمی که میان فریاد میزنن برای افزایش قیمت بنزین اما تیرباران میگردند. شما باید بدونید پیش زمینه تمام این جنایات چگونه است. این حاکمیت دستور سلاطین رو انجام میده و وابسته است و به هیچ عنوان تا به امروز به هیچ بنی بشری رحم نکرده. شما با مروری به روی تاریخ حکومت شیطانی میتونید متوجه بشید با مافیای این حکومت آشنایی بیشتری پیدا بکنید. مسعود مولوی در این تاریخ شفاهی و این گفتگو با علیرضا ساسانیان پرده از بسیاری اسرار دیگر برمی دارد. جا داره که سپاسگزاری بکنم از آقای علیرضا ساسانیان که این گفتگوها رو انجام داد. او هم از جان گذشته، او هم جانش رو داره هزینه میکنه برای اینکه جامعش آگاهی پیدا بکنه. تهدیدهای فراوان شده به همون اشکال و شکلهایی که شما در این قسمت میشنوید و هر کسی که در این سطح اومده به میدان و کاری انجام میده این چنین تهدیدها رو مشاهده میکنه. رحم به صغیر و کبیر نخواهند کرد. چرا؟ به دلیل اینکه یک شمع در هر خانه روشن میکنیم، چراغ هر خانه رو روشن میسازیم. آگاهی و دانشی که انتقال میدیم به جامعه ایرانی قیمت نمیشه روش گذاشت. ما در این صحنه حضور داشته و داریم برای اینکه تو ایرانی متوجه بشی در کجای تاریخ قرار گرفتی و کشور رو با شجاعت تمام، با دلاوری کف خیابونها در روزی نچندان دور پس بگیری. آقای علیرضا ساسانیان نقش عمده‌ای در ضبط و انتشار اینها داشته که میبایست ازش سپاسگزاری کرد. کشورهایی که مسئولیت حضور این شخص رو در اونجا پذیرا شدند، مسئولیت جانی این شخصیت به دوش اونهاست. دیگه زمان گذشته نیست که با زد و بندها کشورهای اروپایی بتونن هر بلایی رو سر اپوزیسیون ایرانی در بیارن. اون تاریخ گذشته. امروز جامعه ایرانی آگاه و هوشیار و در کمینه. پس مسئولیت جانی تک تک شخصیت هایی که در این سطح دارن فعالیت میکنن وظیفه است بر پایه هر کشوری که اون شخصیت درش قرار گرفته.
من شمیرانی از جان گذشتم سالهای طولانی است. با این تهدیدها، با این مسائل آشنایی کافی داشته و دارم، ولی شمشیرم را از رو بستم برای روشن کردن ذهن جامعه‌ام و بعد سرنگونی حکومت شیطانی کف خیابونها. در این قسمت به تهدیدهای یکی از عناصر مزدور و بیگانه پرست با زبان فارسی که داره مسعود مولوی رو تهدید میکنه در ترکیه گوش میدیم. از سر خاک او عبور میکنیم. آرزو میکنم که کشورم در کوتاه زمانی توسط دلاوران و فدایان ایران آزاد گرده و جامعه ایرانی بعد از 4 دهه بتونه در کشور خودش آزادانه زندگی بکنه. مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد. به خودت هم به تیمت فکر نکن تو خارج از کشور باشی دستمون بهتون نمیرسه. مثل آب خوردن گیرتون میاریم. اراده بخوایم بکنیم فردا در خونتونیم. ببینه تو بردار نیست که شما بخواید با یه کانال تلگرامی اونو به سخره بگیرید. ببینه اگر به خودتون رحم نمی کنید به خانواده هاتون رحم کنید. مثلا جلوترش فیلم هایی که برای چه موقعی هست واقعا اون مکان سعی کنید با تیم اطلاعاتی در نیافتید. این برای خودتون بهتره. طوری نشه که ما مجبور بشیم کاری رو بکنیم که بعداً وقتی بهش فکر میکنیم خودمونم وحشت زده بشیم از کاری که با شماها کردیم. میشنوی چی میگه بیشتر؟ ما چطور با آدمای خیانتکار برخورد میکنیم؟ ببینی؟ دست بالای دست زیاده. ما مورد داشتیم آقا یه نیروی بوده ریزش داشته خیلی هم پارتیش گلوف بوده. اصطلاحاً پاورش خیلی بالا بوده. پاورش رو صفر کردیم. زیرو. ببینی این پیامایی که لذا من برای مبارزه با اون اقدامات بد دارم این کار رو میکنم. مجموعه کارنامه جمهوری اسلامی نه تنها نمره مثبت نمیگیره و رفوزه میشه، بلکه یک کارنامه سیاهه، یک کارنامه‌ای که نکات مثبتش انقدر کمه که نسبت به جنایاتی که کرده نمیشه مقایسش کرد. به حال به هر قیمتی آدم نباید کاری رو بکنه. این پلنیه که ما داریم و حد و حدود امور ما اینه. به ما شخص خامنه‌ای رو قبول داری تو؟ چیو؟ تو شخص خامنه‌ای رو قبول داری؟ ببین مثلا شما میگیم شخص خامنه‌ای رو قبول داری یا نداری مبتنی بر آنچه ازش دیدی تو تلویزیون اینا رو میگی، ولی من مبتنی بر کسیم که جز اون دوربین فیلمبرداری که در اتاق آقای خامنه‌ای تو بیت تو حسینیه، تمام این دوربینای اونجا دفتر آقا کنترلش و حفاظتش و امنیتش دست ما بوده. من مبتنی بر آنچه دیدم ازش حکم منو برای قرارگاه ایشون دارم میگم. آقای خامنه‌ای در عین ساده زیستی که داره جنایتکاره، حکم قتل میده، حکم ترور میده. اوکی. آقای خامنه‌ای به مجوز شرعی که میسازه از خودش در میاره حکم ترور میده، حکم قتل میده.
و به زعم خودش میگه که خب من چون شرعیاتو میدونم پس خدا هم مطابق آنچه من میدونم رفتار میکنه. پس الان حکم قتل تو هم داده دیگه، به یه نوعی دیگه حکم ترور تو هم داده دیگه. بعید نیست. حکم ترور ما رو البته اینا که میخواستن منو ببرن که اینا میخواستن منو ربایش کنن، درگیری شد، تیراندازی شد. ما بازداشتگاهی داریم به نام توحید که این یارو لوینسون و فرود فولادوند و شایان کاویانی و 60-70 نفر دیگه تو اونجا بازداشتن، هیچ کس نمیدونه کجاست. 60 نفر 60 خورده نفرن، 12 سال از 13 سال پیش به این ور ربوده شدن از سراسر دنیا، از ترکیه، از عمان، امارات، از جاهای مختلف. تو تهرانه؟ آره تو تهرانه. بعد این به کی وابسته است این زندان رو؟ واجه چیزای مهمتر مثلا همین ارتباط آقای کمال خرازی و آقای خامنه‌ای با گروه بیلدنبرگ، این که دلیل چی؟ دلیل این که میگن حکومت ایران انگلیس، آقای احمدی نژاد رو چه حسابی میگه انگلیس پشت آقای لاریجانی ایناست؟ چون میدونه پشت سر خامنه‌ای هم هست. چرا احمدی نژاد میگه آقای وزیر خارجه آمریکا اومد ایران، رفت با کی دیدار کرد؟ رفت با کمال خرازی دیدار کرد. تو اون جلسه چی گفت؟ وزیر امور خارجه کجا؟ انگلیس. آها. انگلیس 2-3 سال پیش که اومده بود ایران، رفت کمال خرازی نرفت با وزیر خارجه دیدار کنه، رفت کمال خرازی دیدار کرد. کمال خرازی رو تو مؤسسه چتم هاوس چیکار میکنه؟ ببین یه سری مسائلی وجود داره که مردم اینا رو نمیدونن، فکر میکنن آقای خامنه‌ای منزهه. تو هم فکر میکنی که آقای خامنه‌ای خیلی چیزاشو قبول نداری به دلایلی که دیکتاتور فلان. آنچه که من از آقای خامنه‌ای میدونم با اونچه که تو میدونی و دیگران میدونن تفاوتش اینه. ارتباطات ایشون با گروه بیلدنبرگ رو شاید فقط وحید حقانیان بدونه، محمدی گلپایگانی بدونه، کمال خرازی بدونه، ولایتی بدونه و 1-2 نفر دیگه. اتفاقا اینا خیلی خوبه که مطرح بشه توی صحبتایی که من دارم میکنم. نظرت چیه؟ الان نه. ببین ساختار قدرت رو در داخل حکومت ایران اونهایی که بیرون نگاش میکنن میگن اصولگرایان تندرو دارن میچرخونن. نه این نیست. این اکیپی که دارن توی داخل سیستم مدیریت میکنن سرافراز بره، مدیریت میکنن احمدی نژاد بیاد بالا موسوی نیاد، مدیریت میکنن تو عراق پول چاپ بشه، مدیریت میکنن 90% مواد مخدر از افغانستان ترانزیت بشه به ترکیه و اروپا بدون اینکه یه بخش کمی توزیع بشه تو ایران. این گروه یک گروه خاصه، یک گروه این تیم حلقه امنیتی کسایی هستن که وزیر اطلاعات، معاونین وزیر اطلاعات، معاونین اطلاعات سپاه، رئیس ستاد قاچاق مواد مخدر و غیره رو منصوب میکنن، تعیین میکنن. کی باشد کی نباشد، نهاد کی، آیا تو تیم ما هست یا نیست، در جریان هست یا نیست، چقدر میدونه و غیره. درست شد تا اینجا؟ آره. این شبکه مواد دستشه، پول چاپ میکنه. اون پول چی چاپ میکنه؟ طلاها که تو ترکیه گرفته شد در مال اینا بود. پول چی چاپ میکنه؟ و بابک زنجانی، همین حسن رعیت، اینا که میبینی این آدم های رده 2 و 3. ببین حسن رعیت نفر بعدش مرتضی رضاییه، راستش فرق میکنه. حسن رعیت همون کسیه که کلت گرفت واسه محمود کریمی، همون کسیه که بابک زنجانی رو بابک زنجانی کرد. بابک زنجانی تمام جلساتش، تمام ارتباطاتش از طریق حسن. جلسش با همین جلسه معروفش با فاضل لاریجانی و این به هماهنگ کرد، همون جلسه معروفش با مرتضوی و این هماهنگ کرد، ارتباطاتش با HSBC بانک و بانک خریدن، همه اینا رو این هماهنگ کرد. اصلا این وصلش کرد بابک رو به مرتضی. ببین سردارای خاکستری رفتن از امام یک فرمان 8 ماده‌ای گرفتن، بعد رفتن فرمان 8 ماده‌ای معروف،
بعد دستور گرفتن که یک بخشی از فروش نفت کشور در اختیار شورای عالی امنیت ملی باشه برای هزینه‌هایی که خودش میدونه. بعد با دستور رهبر گفتن این هزینه‌ها و همه نحوه فروش و غیره در اختیار حاج مرتضی باشه. تا شده تا اینجا؟ آره. یک بخش عمده‌ای از نفت کشور رو بهش میگن اداره فروش خارج از سرویس. خارج از سرویس یعنی چی؟ قاچاق. خب آخه اداره فروش خارج از سرویس نفت یعنی نفت قاچاق دیگه، چون باقی نفت اصولا ما باید تو اوپک بفروشیم. خب این اداره فروش خارج از سرویس کل درآمدش برای خرید سلاح، تجهیز نیروهای امنیتی و غیره هزینه میشه. اخیراً چون درآمدش اومده بود پایین، آقا دستور داد به مجلس تو 20 دقیقه لایحه تصویب کردن 2 میلیارد دلار پول فوریشون تزریق کردن. این پول فوری میره باشه میشه مرتضی رفته تیم گذاشته تو ونزوئلا آمریکا رو بزنه، رفته تیم گذاشته تو جیبوتی هم خیلی کار کردن نتونستن، توی اریتره تیم گذاشته، تو یمن تیم گذاشته، بگیر و برو که اگر اتفاقی افتاد همه جا رو بتونن بریزن به هم. یه کارایی دارن میکنن تو اصلا تو فکرت نمیگنجه.